سلام به پرنوسان‌ترین هفته فورکسی خوش اومدید. این هفته 4 تا کاتالیزور مهم داریم: شاخص GDP، نشست خبری FOMC، نشست خبری وارج و شاخص PCE که تمام اینا رو توی تحلیل هفتگی به طور کامل توضیحش دادم. بچه‌ها ما همچنان داخل محدوده فیبوناچی این تایم ماهانه طلا قرار داریم که فکر می‌کنیم اینجا صعودی بشه. داخل کانال نزولی هفتگی هم هستیم که توی تحلیل هفتگی من ایشون رو با کانال های صعودی DXY و شاخص اوراق قرضه مقایسهش کردم و بهتون گفتم اونا اگه بتونن سقف بزنن شاخص طلا میتونه به نزولش ادامه بده. و اما کانال دیلی بود که هفته قبل براتون کشیدم، بالاخره از سقف شکسته شده، یه پول بکی زده شده. اینکه این ادامه صعودش رو بره و یا برگرده داخل کانال نزولی به اخباری که اعلام میشه تو این هفته خیلی وابسته است. پس حواستون به اخبار باشه. و اما بریم نواحی یک ساعته هم با هم دیگه ببینیم. الان روی یک اوره بلاک نزولی هستیم و یه اوره بلاک سعودی هم این پایین روی 40.26 هست. دم شما گرم تا ویدیوی بعدی. خدافظ.